تمام بزن دیگه، تمامش کرد. کوهیانچین تمامش کرد. پرسپولیس فقط یه باشگاه فوتبال نیست، یه سبک زندگیه، اونم برای هواداراش که دیگه خود عشق محسوب میشه. برد بزرگ در مقابل اسد قطر در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان. پرسپولیس کلمه یه دوست دارم 3 ثانیه بیشتر طول نمیکشه، ولی ثابت کردنش یه عمر. حواست هست؟ پرسپولیس یه عمره که میلیون‌ها ایرانی عاشق خودت کردی. ادامه بده این مسیر رو، ادامه بده. خدایا این پرسپولیس کشتی عشق، خودت ناخدایش باش. امیدوارم از تماشای این بازی لذت برده باشید. از سایت و اپلیکیشن آنتن بنازم، واقعا به این نمایش بنازم. با امید برتری پرسپولیس در مراحل بعد همه شما خوبان رو تا گزارشی دیگر به خدا می سپارم. بای بای بغداد. خدا نگهدار مردم ایران.